سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من امیر شرف هستم و امروز اومدم بهتون یاد بدم که چطور لونار کلاینت رو برای ماینکرافت برای بوجاو لانچر بیاریم. خیلی خفنه بچه ها، این آموزش یعنی خفن ترین آموزشه. یعنی لونار کلاینت نه، CM کلاینت اسمش. اینو من توی کانال روبیکام گذاشتم که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. اصلا بریم از بشین یه نفر عضو که خودمم و دیگه تازه زدیم جایی زیاد فعالیت کرد. آقا من نکات میکنم و میام. خب شما وقتی اینو دانلود کردین این ذخیره در دانلود ها رو میزنیم که من نمیخواد دیگه بزنم. خب بعد شما وارد بوجاو لانچرتون میشین. بعدش میرین توی اوپن گیم دریکتوری اوپن گیم دریکتوری. خب بعدش اینجا رو بارگیری میزنیم. این کجا رو شما رو بارگیری میزنین، بوجاو لانچر شما رو بارگیری میزنین و اینجا اینو پیدا میکنین. اسمش بدلاین نه CM پک. شما رو CM پک میزنین، بعد اینو کپی میکنین و استخراج در رو میزنین. بعد بوجاو لانچر دات ماینکرافت ورژن، بعدش اینجا استخراج میزنیم. استخراج زدیم این دیگه همینه. بعدش اینجا اینو میزنیم. بعدش میریم توی نسخه نصب شد، اینو پیدا میکنیم. اینجا CM پک آورد. خب بچه ها الان من برم اینو بهتون نشون بدم. نه بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدین. لاک و سابسکرایبتون نره. خدا نگهدار.